امروز ما دور هم جمع شدیم که بهبودی بیماران رو جشن بگیریم و بازم میگم این پیام رو بدیم که سرطان قابل درمانه. امروز دستگاه رادیوتراپی که در واقع برای درمان بیماران سرطانی نیاز باشه در دنیا وجود نداره که ما در اصفهان نداشته باشیم و یا از اون استفاده نکنیم. امروز دیگه بیماران ما به شهرهای دیگه نمیرن و لیست انتظار رادیوتراپی ما در این شهر 60% کاهش پیدا کرده طبق آماری که داریم و همه اینها مرهون تلاش‌هایی که همه عزیزان در بخش‌های دولتی، خصوصی و خیریه انجام دادن و جای تشکر داره. مهمترین عامل ایجاد سرطان اضطراب، افسردگی و کینه هست. خیلی جالبه. استاد بزرگ ژنتیک دارن میگن که خب برای چی؟ برای اینکه تمام ما این ژن‌های جهش یافته رو توی بدنمون ممکنه داشته باشیم، اما چرا تو بعضی ها بروز میکنه؟ چرا در بعضی ها باعث ایجاد بیماری میشه؟ به خاطر اینکه عوامل مستعد کننده اون باعث بیدار شدن این ژن ها در بدنشون میشن و از این عوامل مستعد کننده استرس، اضطراب، کینه و خشم هستش. خوشبخت کسی که باقیاتش عشق است، هم قبله و هم صوم و صلاتش عشق است. تسخیر کند مملکت دلها را پیغامبری که معجزاتش عشق است. همواره مراقب باشیم وقتی سالمیم دست یک گرفتاری رو بگیریم، وقتی بیمار شدیم ناامید نباشیم و مطمئن باشیم که خدای خالق و مهربان در مقابل مهرورزی هایی که به مردم کردیم حتما کمکمون میکنه.